فیزیکارها بیش از حد گنده شدن. نیاز به یک دسته جدید در بدنسازی داریم. هانی رامبود ضمن ذکر این مطالب در پادکست خودش به تروس افزوده که در دوران قهرمانی جرمی بوندیا میانگین وزن فیزیکارها حدود 80 کیلو بوده و الان اما این عدد به بالای 100 کیلو داره میرسه. به همین دلیل هم از نگاه هانی رامبود نیاز به تشکیل یک رشته جدید برای این فیزیکارهای سنگین وزن به شدت احساس میشه. یعنی چیزی شبیه به رشته ماسکولار در فدراسیون FBB. اما سری بزنیم با آخرین وضعیت ساسان حیراتی در فاصله کمتر از 4 روز مونده به مسابقات دیترویت پرو. ساسان که بزرگ شده انگلستانه و اصلا هم فارسی حالت نیست، در حالی به استیج دیترویت پا میذاره که 10 سالی میشه بین تاپ 6 مسابقات حرفه‌ای قرار نگرفته. همچنین بعد از مسابقات اسپانیای سال گذشته کارشناسان از عضلات پشت حیراتی خیلی ایراد گرفتن. از نظر اونا نمای پشت و جلوی حیراتی اصلا با هم قابل مقایسه نبود. 2 روز پیش اما ساسان با انتشار این ویدیو از پیشرفت عضلات پشت خودش خبر و به نوعی جواب کارشناسان رو هم داد.